خیلی میگن تو ایران اصلا پلم نداریم، چیزی به اسم مودم پلم به X28 پرو نداریم. نه این دوستان این مودم پلم هستش، برچسبای پلم دست نخورده هستش و سیم کارتی که اینجا هست سیم کارت دست نخورده هستش، برچسب و اون پاکتی که سیم کارت داخلشه دقیقاً سر جاشه. چند تا نکته داخل داره که بعد بهتون میگم. چند نمونه از مودم‌ها داریم اون قسمت که مودم‌هایی هستن که ریپک میشن و به عنوان نو حالا تمیز میشن و کارتون گذاشته میشن به عنوان نوع پلم تو ایران تو سایت‌های دیجیکالا و سایت‌های متفرقه داره فروخته میشه به عنوان پلم. اون دسته هم از مودم‌ها هستن که واقعا تر و تمیز هستن بدون کارتون. حالا اینا هم بعضی از فروشگاه‌ها کارتون میذارن و به عنوان مودم پلم هم فروخته میشن. واقعا کار کردن یعنی تمیز هستن ولی خب چون استفاده شدن به عنوان استوک هستن. خب الان میخوام این مودم رو به درخواست خود مشتری آنباکس کنم و آنلاکش رو انجام بدیم. این ویدیو رو هم برای خود مشتریمون میفرستیم که مطمئن باشه این مودم آکبند بوده.